فایل رو از حالت فشرده بیرون بیاریم. منتها نکته داره این که ما این فایل رو باید حتما در پوشه یا فولدر خاصی اکسترکتش کنیم که فاصله نشه. مثلا ما نمیتونیم اینو در اومنت اسپیس 4 و 6 چیز کنیم، اکسترکتش کنیم. مثلا به این صورت الان من میخوام اینو اکسترکت کنم توی درایو دی، مثلا یه دونه نیو فولدر رو درست بکنم توی درایو دی، اسمش رو میذارم اومنت. اینو مثلا نباید بذاری اومنت مثلا 4 و 6. این باید فاصله نداشته باشه، این خیلی مهمه و اکثرا که تو نصبش مشکل دارن سر اولین جایی که گیر میکنن همین مسئله است. خب پس من یه دونه فولدر درست کردم اینجا و همینطور که میدونین این نرم افزار رو اونجا اکسترکت میکنم و این فایل الان در درایو دی من در پوشه اومنت داره اکسترکت میشه. حالا من ویدیو رو استاپ میکنم برای اینکه زمان هزینه نشه. خب شبیه ساز اومنت پلاس پلاس نسخه 4 و 6 اکسترکت شد. حالا داخل فایلی که گفتم بدون فاصله هستش وارد میشیم، اجراش میکنیم. این یه جور شبیه ساز سیستم عامل لینوکس هستش. این که CMD داره اینو باز میکنیم. خب حالا همین جلوی d/omnet پلاس پلاس کد دات کانفیگور میزنیم. این بستگی به رم سیستمتون داره ولی حدودا از 10 دقیقه تا 20 دقیقه زمان میبره. من ویدیو قطع میکنم که حجم ویدیو بالا نره. خب کانفیگش تا اینجا تموم شد. کافی اینجا با دستور make قسمت دوم کانفیگش رو انجام بدیم. همونطور که گفته شد نرم افزار یا این شبیه ساز اومنت پلاس پلاس برای شبیه سازی شبکه‌های ادهاک، ونت، منت، وایرلس سنسور نتورک استفاده میشه.